دکتر مددرسان جناب مرحوم ناکامرا را جانمردانه این از بین بردن. محکوم میکنیم شخصیتی است که این شخصیتی بود که در تمام افغانستان خیرش میرسید و به مردم مستضعف کمک میکرد و زمینای خشکی که در اونجا هیچ گیا نبود سرسبز میساخت. یک ضایعه بزرگ است و این را ما محکوم میکنیم به خاطر ازی که یک مددرسان موفق بود از کشور ژاپن که به خاطر خدمت در افغانستان آمده بود. همیشه وقت ما و شما مشاهده کردیم که در هر زمان این دکتر مددرسان در بالخصوص ولایت جلال آباد خیلی خدمت‌های انگفتی کرد و این ناجوانمردانه از طرف کسایی که مثلا دشمنای سرزمین است، کسایی است که ایر از بین برده که اونا نمیخواه که یک انسان خادم در کشور ما افغانستان خدمت کنه، ایر ناجوانمردانه این از بین بردن. دیگه ما این حرکتی ضعیف و بزدلانه را هیچ وقت را قبول نداریم و این محکوم میکنیم. شخصیتی چنین کسایی که مثلا در وطن ما خدمت میکنه این را شدیدا محکوم میکنیم. نباید این کار صورت میگرفت و این را ما یک ضایعه بزرگ میدانیم و این که از طرف کسایی که اجنبی بودن در این موضوع دست داشتن و این را ما هیچ وقت قابل تحمل ما نیست.